عاشقی کلا نامردیه، چون یه قماره. فکر کن احساس تو، عمر تو، جوونی تو، زندگی تو، قلب تو، همه چی تو میدی، بعد نمیدونی برنده یا بازنده. عاشقی دو طرفش هم نامردیه. فکر کن دوست داری بخنده، بعد وقتی میخنده میترسی یکی دیگه نگاش کنه، حسود میشی. فکر کن شب و روزت ذهن درگیرشه. فکر کن دستش تو دستت باز دلتنگشی. عاشقی یه طرفش که دیگه خیلی نامردیه. فکر کن نمیخوری، نمیپوشی، نمیری، لال میشی، کر میشی، کور میشی، بعد احساستو میخوای بهش بگی، با تمام وسواس واژه ها رو کنار هم میچینی که یه وقت دلش نگیره، بعد اون حرف تو رو نمیفهمه یا شاید هم نمیخواد که بفهمه، ولی اون حرفایی که نمیزنه هم تو میفهمی. فکر کن تویی که به کسی دل نمیدادی یا به خودت نمیبینی دل و جون رو با هم دادی. فکر کن خودتو کوچیک میکنی که اون کم نیاره، بعد اون خودشو بزرگ میبینه. فکر کن خودتو میاری پایین که ناراحت نباشه، کنار تو راحت باشه، بعد اون از بالا نگاه کنه. فکر کن انقدر از خودت کم میکنی به اون اضافه میکنی که دیگه یه روزی خودت زورت بهش نمیرسه. فکر کن حالا خیلی وقتی که رفته ولی یادش تو ذهنت پادشاهی میکنه. فکر کن همیشه یه چیزی تو ذهنت بچرخه بگی که هر چقدر بیشتر جدی بگیری بازنده تری، ولی احساست امون تو بریده. حالا در آخر از همه چی بدتر اینه که یه آدم منطقی به تو احساسی میاد میگه که عشق به نرسیدنه.